چی میکشی؟ سیگار گیاهیه. نه این چیزه ویپه. پاده؟ دست شما درد نکنه. مهمونیم دیگه. بنده ولی همش گوشته. همش که برسه به دادم دلمو به یکی دادم از نومای رازگاره. سلام بچه اومدیم با ولاگ دانشگاهی دوباره با شامدی از خوبایی که موند با همون. تو کامنت ها دیده بودم یه نفر گفت با اومدی خیلی بیشتر فیلم بذار. آره منم دیگه اومدم و بچه ما ترم 6 الان ترم 2 اینجا شلوغ بود، اکیپ گنده بود، فوتبال میزدیم، یعنی هر ساعت اینجا بودی. همش اینجا بود. الان هیچکی نیست. الان من و مهدی و این احمق و سینا فیلم برای که نمیذاره. سینا کو سینا سینا نمیه ولاگ بگیریم با ما همراه باشیم. سلام چطوری؟ چه خبر؟ دلت به بچه‌ها تنگ نشده بود؟ چرا بچه دلم براتون تنگ شده بود؟ خیلی بچه‌ها گفت بودن یوبسی. من خیلی مسلم. مسهلی؟ حله. آره این خواستم نشونت بدم دانشگاه چقدر خلوت و بیروح شده دیگه، رنگ قدیمیشو نداره. میشه بریم عدسی بخوریم پارسا؟ کامبک ددی امیر. ددی امیر افسرده شده بچه دیگه، سیگار به دست و چی میکشی؟ سیگار گیاهیه. نه این چیزه ویپه. پاده؟ انبرنستا پاده نکنه اصلا. چی هست الان نمیخوای تبلیغ جیجارتو بکنی؟ آپولی وارداتی. آپلی؟ 10,000 اینا هم نشون بده چیا داری؟ سوختی بابا سوختی. گراز گو شرف. او عکس هنریه؟ بچه ها فیلم بردار، عکاس عروسی هر چی خواستی. این ور رو نگاه کن. اوه چه سیس زشتی. بریم عدسی بخوریم. عدسی بخوریم؟ بریم بر بچه‌ها عدسی بخریم. بریم. آقا این بر بچه‌ها که میاد تو دم میچرخه اونو بگی. داداش حماقته بیا بریم. حماقت جوانی تو اینجوری نکن. لعنت بر جوانی. آره بچه‌ها خلاصه که داریم میریم عدسی بخوریم. کامرا منو یه لحظه نشون دادم. خجالت میکشه. رفیق بالا آقا پارسا. آقا جان نمیای سینا؟ بچه‌ها عدسی میخوان، گشتشونه. اینجام کلاس بود که نشون ندادم. آره خیلی خوبه، خیلی خوش میگذره الان دانشگاه. ترمای بالا. آقا پارسا میشه عدسی بخری برام؟ نکن. تو تامنیلی که ویدیو هم بودی پارسا، منظورت چیه؟ تو سینا کاور بودی. چند تا عدسی میخری؟ به تعداد ویو هاستا 3 تا میخری؟ هر 10 تا لایک عدس. هر 10 تا لایک عدسی. حل تو بوفه برادران اینجا آقا سینا سفارشمون رو داد و بنور ولاگه دوباره. سلام، خوشحالی؟ من برگشتم به ولاگ بعد از سالها. حالا نمیذارم زایشی. نمیذارم. چایی بخرم. چی میخوای بخری؟ چایی؟ این دمپایی منو دزدیده بهش بگیم بیا. بچه دیشب تو خوابگاه جنگی بود. جنگ چرا در اون ادامه خوابگاه. ندادین؟ من منتظر خسته شدیم ساعت 2 نصف شب. من هی میومدم یه دمپایی میدزدیدم میرفتم. دیگه نمیتونه. یه دمپایی بود این ساحلی یا آبی، اون مال تو بود. آره. این قشنگ بود. اونو می‌خوایم ساحل تابستون بشه. کالینز بود. آره. اش دیگه مال ماست ولی بابا. دمپایی بازی دیشب دوست داشتی؟ آره. چی گرفتی؟ توضیح بده. نه الان چی گرفتی؟ عدسی. چند تا؟ 2 تا. چند هزار تومان دانی؟ 80. دانه 80 تومان. دانه 40 تومان. 2 تا گرفته 80 تش. آقا بعضی وقتا ایرپاد دارن. ایرپادز. از صبح زدن تو گوشش. آره. آهنگ کردی گوش. آره. نکرتون. صدای نکره منو نشنون. بله. انواع خواهرام چی؟ یه عدسی. دست شما درد نکنه. مهمونیم دیگه. بچه‌ها این بهاره حتی تو دانشگاه هم با من هست. نگاش کنید. نظرت چیه؟ چرا این شکلی شدی بهار؟ بچه ها استادمون چرا؟ ول نمی‌کرد. چرا این انگار کتک خوردی؟ چون استادمون آمدی نبودیم ما عدسی خوردیم. معرفی نمی‌کنی؟ لب دوست جدیدتون. رمش 64 یه تراماش. 64 جد ناموسن. پشمو. نه مک چیز ولی رمشو راست گفت فکر کنم. نه 64 میگم میشه 200 میلیون. چیکار می‌کنی سینا؟ این کیه؟ تو چیکار می‌کنی؟ میخوام از تو عینک شات هنری بگیرم. خیلی هنری شد. بچه منم گوشیم دقیقاً همینه که دارم باش ولاگ میگیرم مگه نه؟ اینجام که میتونید چه شلوغه و بچه اونم بهار رو دوست داشتن، زهرا اونم سپیده. سلام کنید اینجا. خیلی درس مهمیه. نظر چیه وفا؟ خیلی عالیه. یاسین
ولاگه. آره آره ولاگه. آقا ولاگه. این موشک رو ساختن. پرت کن عقب نمیبینه. پرت کن بلند شو بودو بکن. یه نو بنده بچه بهترین دوستم. سلام کردی بچه؟ از این چیزا بزنم ندارم همونه داداش. میشه کار ادیت هم سخت نکنی؟ اول بچه یه دردید خداویسی هم نکرد. کی جدی؟ یک کامنت برتر ویدیو قبلی اسم طرف بگو. اینجا که سانسور میشه ولی خب میخوای سانسور بشه یا نشه؟ آقا همین ویدیوها رو اصلا میبینی؟ ویدیوها رو اصلا میبینی جدیدامو؟ دشمنا میخوان کامنت بزنن. 2 ماه کامبک زدم توی 2 ماه کامبک همه ویدیوام با بهاره. بهار یوتیوبره. اونم چنل زد اصلا. بچه چنل بهار اینجا نمیذارم فالو نکنید. من کامنت های تکراری میذارم. آره ولی الان اومدم دانشگاه بچه‌ها گفتن با مهشاد با امیر. بچه امیر خیلی خیانت کاره. امیر خیلی خیانت کاره. تعهد نو آها یعنی دخترها بیان کلیپ داری؟ اگر مایل به پذیرایی و هزینه کردن برای آقا امیر هزینه که حالا بیاید دیگه چیکار کنیم. نه میگه اونا هزینه کنن. آره اونا که هزینه بکنن من مشکل ندارم. با امیر دوست نشی شرف آدمو ببره. بریم سانسور نشون بده. برو از ببینیم آقا. ببینید بچه‌ها اینی که می‌بینی یعنی نمونه نداره. خب اگر می‌خواید درس بردارید تو این دانشگاه حتما حواستون باشه با این استاد بردارید درس رو. چون کاری میکنه که از زندگی و درس خوندن پشیمون بشید. اگه استاد یه درس این ویدیو رو دید استاد علی عدافای قزوینی. سلام آقا علی متولد 85 بچه‌ها 85 ولی یه کیس جمع جور میخواد. متولد و طرفدارش. قشنگ بود حال کردم. شما یوتیوبری میتونی همون بلاگ خیلی خداحافظ. موها رو کنی دردگی دو سخته با ملاقات من روز هفته تکو تنیا بی من نیدم. من بین این همه آدم آبگوش گرفتم همه جوجه گرفتم. مشکل منه ولی همش گوشته. برشی رو بگیر. تتوی خوشگل برای آقا آرتوی عزیز. اینو خیلی باید مراقبش باشه. آره آقا علی زحمت کشید تتو زد سر کلاس برام. خیلی چاکرم. داداش خیلی تتوی مخلص. خوشگل. خوش با سود تاریخش هم زدم داداش 15 12 402 پشما موقع نظری داداش قبلش نه گرگم میزنی برام. سری بعد اومدی این دسته دیگه ولف خشن میزنم برات. مرسی داداش. اینجا دست حلالت آقا علی. مبارک آقا. اونه که تتو میکنه مبارکت باشه داداش. مرسی.